ادامه بخش چهره‌های ماندگار. کوروش کبیر. کوروش کبیر بنیادگذار دولتداری متمدن. بعد بابل را گرفتن کوروش، فینیکیه و فلسطین اختیاری به اطاعت او درآمدند. اکنون در دست کوروش بابل و تمام شرق بحر میانه زمین بود. نوبت به یگانه دولت توانای منطقه مصر بود که فارس ها آن را ضبط نکرده بودند. همه محققان کاملا درست تاکید کردند که کوروش بی‌شبهه نیت داشت به مصر حمله نماید، اما برخلاف چشمداشت همزمانان کوروش و عالمان معاصر او این کار را به تأخیر گذاشت. ناتنجی های سرحد قسم شمال و شرقی دولت فارس و پی در پی تاخت و تاز نمودن قبیله مساگت ها که از اطاعت کوروش بیرون بودند او را وادار میکرد که قصد لشکرکشیش را موقوف گذارد. از این رو کوروش کبیر به مصر که رقیب یگانه‌اش بود هجوم نکرد و به جای خود پسرش کمبوجیه را به تخت شاهی بابل نشانده تابستان سال 530 تا میلاد دوباره راه سرزمین آسیای مرکزی را پیش گرفت. او با فوج سپاهیان بیشمار که از هر قوم و ملت گرد آمده بودند هدف پایدار نمودن سرحد و شکستن اردوی مساگت ها را داشت. به نظر چنین می رسید که اگر مساگت ها به بی‌خطری قسمت شمال و شرقی امپریا جدی تهدید نمی کردند، کوروش چنین راه دور و دراز را طی کرده بر ضد آنها به جنگ نمی رفت. در هر صورت او این کار را کرد و درباره این هجوم هرودوت و دیگر مورخان یونان قدیم معلومات دادند. روایت هرودوت را درباره این جنگ بسیار محققان معاصر در مقاله و کتاب‌های خود آوردند و گمان می‌کنم حاجت به تکرار آن نیست. تاریخ شناسان معاصر درست قید کردند که در نقل هرودوت واقعیت با جامعه خیالات و بدیهیات آرا داده شده است. درباره منسوبیت اتنیکی مساگت ها و وطن بود و باششان میان عالمان چندین عقیده ها موجودند. از قول هرودوت چنین به نظر می رسد که مساگت ها در سرزمین های بین بحرهای کاسپی و ارال و در اطراف آن زندگی می کردند. پیش از آمدن کوروش آنها به قلمرو امپریای او به منطقه های مقیم نشین پارت، گیرکانیا و ناحیه های همجوار هجوم کرده شهر و دهه های آن را طلب و تاراج نمودند. احتمال به همین سبب کوروش مجبور شد به این منطقه لشکر کشد. مساگت ها از این باخبر شده خفا نشستند و به دشت های پهناور خود رفتند. این اصول دوست داشته جنگی صحرانشینان بود. آنها به این واسطه دشمن را در صحراهای بی آب سرسان و سرگردان و خسته نموده ناگهان به هجوم می‌گذاشتند. وقتی که کوروش به سرحد سرزمین مساگت ها رسید، بین نمایندگان طرفین مذاکره برگزار شد. به قول هرودوت ملکه مساگت ها زنی بود تامیریس نام که بعد مرگ شوهرش به جای او سروری میکرد. تامیریس به کوروش میگوید که به کشور ما طمع نکن و به وطن خودت برگشته رو. وقتی که کوروش به نزد ملکه خواستگاران را میفرستد، تامیریس او را عیبدار میکند که او با این راه میخواهد صاحب مملکت مساگت ها شود. از این گفته ها برمی آید که احتمال کوروش از مساگت ها طلب کرد که پوره با او تابع شوند، اما جواب رد گرفت. طوری که میبینیم کوروش همیشه پیش از سر کردن جنگ کوشش میکرد با واسطه های دیپلماتی یعنی مذاکره مناقشه را برطرف سازد. بعد نتیجه دلخواه ندادن گفت و شنید، کوروش با درباریانش مشورت آراسته با قرار می آیند که به سرزمین مساگت ها داخل شده با آنها زد و خورد نمایند.